سلام به روی ما همگی رفقای جان. امید که حال دلتون خیلی خوب باشه. خیلی خوش آمدید به اپیزود دیگری از زنگ افرا. امید که بتونیم در کنار همدیگه در این اپیزود کلی حرف خوب بزنیم، حرف خوب بشنویم و انشاءالله که بتونیم به آرامش روح و قلب جانمون خدمتی بکنیم. خیلی خوش آمدید. بیش از این وقت رو تلف نمی کنم چون موضوع این اپیزود موضوع بسیار مهمه. یک چالش بسیار مهم برای داوطلبان کنکور در روز قبل کنکور و سر جلسه کنکور. اینکه ما باید چه اصلا ملزوماتی رو قبلش رعایت بکنیم، در جلسه کنکور چه چیزهایی رو باید رعایت بکنیم تا بتونیم اون اطلاعاتی که تا به امروز در ذهنمون جمع آوری کردیم راجع به درس‌ها رو به خوبی در جلسه کنکور پیاده بکنیم. با هم بریم که کلی حرف خوب داریم بشنویم. خب رفقا، الان میخوام راجع به این صحبت بکنم. در ابتدا اینکه ما در روز قبل کنکور چه چیزهایی رو بهتر آماده بکنیم که وقتی که صبح شد و ما میخوایم بریم سر جلسه کنکور آرام قشنگ بریم سر جلسه و کنکورمون رو بدیم، یعنی دغدغه آنچنانی نداشته باشیم. یعنی یه سری ملزومات داره دیگه، میخوایم راجع به این صحبت بکنیم. بچه‌ها چند تا مورد هستش که من دونه بدونه بهشون اشاره میکنم و حتما همین امروز اونها رو آماده بکنین که فردا با خیال راحت برین سر جلسه دیگه. اولین مورد بچه‌ها که باید آمادهش بکنین کارت ورود به جلسه. این که دیگه کاملا واضحه، یعنی اگه شما کارت ورود به جلسه‌تون رو با خودتون نبرین که اصلا اجازه شرکت در کنکور بهتون داده نمیشه. پس این مورد رو اصلا فراموش نکنین. اینا همین ابتدا گفتم که همین الان توی هر مقطعی هستین همین الان ویدیو رو متوقف بکنین و برین پرینت بگیرین. اگه گرفتین که حالا توی یه کاوری بذارین که فردا حالا ندونین که مثلا کجا گذاشتین و اینها، همینجا قشنگ یه جای مشخص توی یه کاور بذارین که گمش نکنین. مورد بعدی بچه‌ها یه کارت شناسایی عکس داره، چه میدونم کارت ملیه یا شناسنامه عکس داره، هر چه که هست که کارت هویتی آیدنتیتی باید داشته باشین که عکس دار باشه. یه کارت شناسایی دیگه که حالا بدونن آقا اون کارت ورود به جلسه شما اون عکسی که روش هست با به اصطلاح کارت هویتی شما عکسش تطابق داره، یعنی این جزء ملزومات دیگه. پس این نکته هم اصلا فراموش نکنین. مورد بعدی بچه‌ها حتما یک سنجاقی هم همراهتون باشه، چون که احتمال زیاد، این احتمال واقعا زیاده. یعنی من خودم هم وقتی که توی دانشگاه اصفهان بود اون حوزه امتحانی ما رفته بودیم، به ما از ما یعنی خواسته بودن که آقا اون کارت ورود به جلسه رو به پیراهن خودمون سنجاق بکنیم و حالا اینا حتما همراهتون باشه سنجاق، که اونجا حالا رفتین دیگه استرس نگیرتتون وای من الان سنجاق ندارم باید چی کار بکنم. اگرم دیدین وسط جلسه داره اذیتتون میکنه روی حالا مثلا سینه‌تون، قشنگ درش بیارین دیگه، اون موقع زیاد اهمیتی نداره. اما در ابتدا سعی بکنید که این همراهتون باشه که به مشکلی احیانا نخورین. و مورد بعدی بچه‌ها اگر که میخواین با خودتون خوراکی ببرین، خوراکی باید شفاف باشه. مثلا شما نمیتونین چه میدونم یه رانی با خودتون ببرین سر جلسه. چرا؟ چون رانی خب به هر حال اون قوطیه چی بهش میگن، اون جعبه‌ای که داره از محتویات درونش، چون که کسایی که حالا توی مسئول اون حوزه امتحانی هستن نمیدونن که آقا توی اون چیه، بنابراین اجازه بردن رانی سر جلسه رو بهتون نمیدن. ضمن این که بچه‌ها خود حالا مسئولین برگزاری سر جلسه کنکور بهتون یه خوراکی یه آبی چیزی میدن. خلاص از این بابت نگران نباشین. اصلا خیلیا که به امید همون کیک و ساندیس سر جلسه کنکور میرن شرکت بکنن، اینو دیگه حتما همتون شنیدین. خلاصه میخوام بهتون بگم که زیاد دغدغه‌ای راجع به این موضوع نداشته باشین، ولی اگه میخواین چیزی همراهتون باشه حتما یک بطری شفاف که توش آب باشه. اون بطری هم سعی بکنید که اگر برچسبی چیزی هم روش هست اون رو بکنین که یه چیز شفاف، یعنی بطری شفاف باشه که قشنگ مشخص باشه با توی این آبه، هیچ چیز به اصطلاح
تقلب گونه ای نیست که بخوان بهش شک بکنن. و در کنارش هم چند تا حالا دونه شیرینی همراهتون باشه. اگر گذاشتم ببرین سر جلسه که فبل مراد، اگرم نه که اصلا ایرادی نداره. همون آب به نظر من بهترین ماده‌ایه که شما میتونین در جلسه همراهتون ببرین که به آرامشتون خیلی کمک میکنه. مورد بعدی بچه‌ها مداد و پاک‌کن هستش. این که دیگه جزء ملزوماته. 2 تا 3 تا مداد همراهتون باشه که خلاصه سر جلسه به مشکل نخورین که حالا مثلا یه دونه مداد ببرین هی بخواین تراش بکنین و به هر حال اتفاق دیگه ممکنه بیفته. 2 تا 3 تا مداد با خودتون ببرین به همراه پاک‌کن که اگر احیانا تستی رو به اشتباه فکر کردین بهش جواب دادین اون رو راحت بتونین پاک بکنین. تا اینجا اوکی؟ مورد بعدی بچه‌ها ساعت عقربه‌ای. به هر حال ایران دیگه روش چی ننوشته، ممکنه هر اتفاقی بیفته. مثلا رفتین اونجا اصلا حوزتون ساعت هم نداره روی دیوارش. خب بنابراین یک ساعت عقربه‌ای، دقت بکنید، ساعت هوشمند دیجیتالی اصلا اینا یعنی ریسکشو دیگه نکنین دیگه. چه کاریه بابا، یه ساعت عقربه‌ای شسته و رفته همراهتون باشه، بزنین روی دستتون و برین سر جلسه کنکور بشین با امید خدا. و اینکه به عنوان نکته یکی مونده به آخر، تمام مواردی که بچه تا الان بهتون گفتم اینها رو یعنی این موارد رو سعی بکنید توی یک کاور بذارین شب قبل کنکور، یعنی روز قبلش دیگه، روز قبل کنکور توی یک کاور بذارین که قشنگ جاش رو هم بدونین کجاست و همه این مدارک یه جا جمع و جور باشه دیگه، نه اینکه مثلا ندونین هر کدوم قسمته. توی یک کاور سفید رنگی بذارینش که اوکی باشه. و همچنین به عنوان نکته آخر لباس و مواردی که بهتون گفتم رو بچه‌ها شب قبلش آماده بکنین، نذارین برای صبح تازه بگردین دنبالش. مامان اون چیز من کجاست، کارت ورود به جلسم، میخوای ناسلامتی با بری کنکورتو بدی کمی. حالا میدونم همتون استرس دارین ولی خلاصه میخوام بگم اونقدر بیخیال نشین. شب قبلش اینها رو آماده بکنین که با آرامش روز کنکورتون رو شروع بکنین. حالا با همدیگه بریم سراغ موارد در حاشیه کنکور، چیزهایی که یا شنیدین یا اگر نشنیدین الان بشنوین 3 پله عملا اصلا به لحاظ رتبه درصد پیشرفت میکنید. تردیدی نکنید رفقا. حالا با همدیگه میریم جلو، قشنگ متوجه میشین که چاخان خلاصه نبود. مورد اول این که بچه‌ها یه چیز واضحه دیگه، وقتی که میخواین بخوابین حتما قبلش آلارم گوشیتون رو تنظیم بکنین. مثلا ساعت 5 دیگه بیدار بشین از خواب، حالا بستگی داره که حوزه امتحانیتون کجا بشه. ساعت 5 بیدار بشین از خواب، آلارمتون رو بذارین حتما. بچه‌ها به هر حال اتفاق دیگه یهو میبینیم مثلا شب خوابتون نبرده، مثلا ساعت 4 یهو خوابتون برده. خب مثلا حالا در کنارش گوشیتون هم زنگ خورده ولی هنوز شما بیدار نشدین، حتما از یکی از والدینتون بخواین یا کسی که پیگیر امور درسیتون هست بگین که آقا منو مثلا ساعت 5 از خواب بیدار کن، باید برم سر جلسه کنکور بدم دیگه. حتما این کارو بکنید چون بچه‌ها اتفاق دیگه شاید برای شما هم اتفاق بیفتد، مثل اون فیلمه، ممکنه هر چیزی ممکنه. بنابراین این مورد رو هم مد نظر داشته باشین. و مورد بعدی این که بچه‌ها سعی بکنین حالا همین امروز برین اون حوزه محل امتحانیتون رو یه رصدی بکنین از فضایی که داره، جوی که داره، شکلی که داره. این خیلی میتونه به آرامشتون در روز کنکور کمک بکنه. حتما این کارم انجام بدین، اتفاق مثبتیه. خلاصه مورد بعدی بچه‌ها اینه که وقتی که میرین وارد حوزه امتحانی میشین قبلش اصلا با هیچ بنی بشری، ببین اصلا همه غریبه شما، نمیدونم دختر خاله من هر کی که از بذار کنار بابا، اونجا جای این حرفا نیست. خب اونجا اصلا شما با همه این عالم و آدم غریبه این، هیچ کیو نشناسین. قشنگ روی اون کار، هدف و اون رسالتی که دارین تا الان درش جستجو میکنید روی اون تمرکز بکنین. هیچ کم بعد ازتون خورده نمیگیره اون مثلا نیومد پیش من، ول کن بابا. الان اون چیزی که مهمه هدف تو.
ماها اینو بتونم بگم بچه‌ها، آدم‌ها ما رو بر اساس دستاوردهامون میسنجن. خیلی این نکته یادتون باشه، دستاوردمون، این که توی زندگی چی باشه، خیلی اهمیت داره. بنابراین از همین لحظه دغدغه من باشین نسبت بهش و جدی بریم پای کار. اوکی؟ خلاصه. و مورد بعدی این که بچه‌ها الان رفتین سر جلسه نشستین و خب مثلا به اون پاسخ برگ خودتون نگاه میکنین، خلوت مثلا 10 تا 20 تا دونه مثلا تا الان جواب، مثلا 1 ساعت گذشته. خب بغل دستیتون رو نگاه میکنین، اوه همه رو از دم مثلا پر کرده، سیاه اون پاسخ برگه. بچه ها گول نخورین، به خلوتی برگه خودتون و شلوغی برگه بغل دستیتون نگاه نکنین، این اصلا اهمیتی نداره. یه وقت اصلا سطح آزمون انقدر بالا هست که همون 20 که تو زدی عملا تضمین میکنه که بابا تو اصلا رتبه 1 بشی. بنابراین اصلا روش ننوشته، به هیچ چیز اصلا توجه نکن. فقط وظیفه شما سر جلسه اینه که از معلوماتتون به بهترین شکل استفاده بکنین و اون سوالاتی که به یقین میرسین رو بهش جواب بدین. اصلا کاری به چه میدونم شکدار و توش مثلا دودلین این میشه اون میشه اینا رو بذارین کنار، اصلا این ریسک رو نکنین بچه. این نظر شخصی منه. خب من بهتون میگم که بابا هر چی که بلدین و مطمئنین اون تست جوابش همینه اونو بزنین، اصلا این ریسک رو نکنین. ببینید مثلا توی درس فلسفه و منطق اصلا ریسک نکنین، درسایی که ضریبشون خیلی بالاه، درسایی که بسیار مهمه، یه دونه درست توی این درسا واقعا تفاوت‌ها رو رقم میزنه توی رشته، توی دانشگاه و هر آنچه که دیگه خودتون میدونین. پس این رو خیلی جدی بگیرین بچه‌ها. شانسی زدنم گفتم اصلا امام علی یه حرفی داره میگه که چون به یقین رسیدید اقدام بکنید. همین که معرفت یک چیز به دلتون افتاد، به یقین رسیدین توش، اون موقع اقدام بکنید، اون موقع اون تست رو بزنین. این نکته هم حواستون باشه. و اما موضوع بسیار مهم، شاید میتونم بگم مهمترین حرف من اینه بچه‌ها، یک استراتژی برای جلسه کنکور برای خودتون تنظیم بکنید. یه نکته هم بچه بهتون بگم، این که خب شاید خیلیتون توی آزمون‌های آزمایشی شرکت کرده باشین، چه می‌دونم قلمچی، ماز، گزینه 2، هر چه که هست. اینو میخوام بهتون بگم که اونجا آزمون‌ها ساعت 8 شروع میشد، کنکور ساعت 8:30 شروع میشه تازه. بنابراین اگر که تا الان ساعت رو اینجوری با ساعت 8 میبردین جلو، یعنی اون استراتژی سر جلسه‌تون این شکلی بوده که مثلا از ساعت 8 شروع میشده، ساعتی که روی دستتون هست رو نیم ساعت بیارین عقب که مثلا 8:30 8 حساب بشه روی ساعت شما. خب یعنی نیم ساعت بیارینش عقب که منطبق با همون مدیریت آزمونتون رو انجام بدین، که مثلا هی توی مثلا سر جلسه کنکور تازه نمی محاسبه کنین که آقا الان وقت اینه مثلا 8:30 تا 8:40 من با این کارو میکردم. نه، از همون 8 که تا الان حساب میکردین برای خودتون برین جلو. این نکته هم حواستون باشه. و اما استراتژی جلسه کنکور، ببینید بچه‌ها یه سری درس‌ها هست، مثلا ریاضی، خب مثلا درس اولی که شما باید بهش جواب بدین، می‌بینین بابا تا الان هیچی نخوندین. خب کسی که هیچی نخونده ریاضی رو به نظر من بره مثلا از یک درس دیگه در ابتدا شروع بکنه. یا اگه نظر شخصی منو میخواین، چون چند دقیقه ابتدایی جلسه کنکور خیلی استرس زایه، با درسایی که خیلی روشون مسلطین شروع بکنین. میدونین چرا؟ ما یه چیزی داریم به اسم دوپامین که هورمون شادی آفرین در بدن ما. همین که شما میرین چند تا تست مطمئن میزنین و عملا جواب دادن به سوالات رو شروع میکنین، اینجا یه آخیش حسابی توی دلتون شک میگیره، اینکه دارین جلسه رو خدا رو شکر درست میبرین جلو، با حال خوب میبرین جلو. بنابراین این موضوع رو خیلی جدیش بگیرین، استراتژی برای خودتون داشته باشین. مثلا بگین آقا من توی دور اول مثلا میخوام به درس جامعه شناسی جواب بدم. خب به عنوان مثال توی دور اول میگم آقا مثلا از ساعت 8:30 تا 8:10 من وقت دارم
جامعه شناسی و یه دور همه سوالاشو ببینم و به اون سوالاتی که توشون مسلطم جواب بدم. یعنی برای خودتون یک استراتژی تعریف بکنید. این برای هر کسی ممکنه متفاوت باشه دیگه، نمیشه ما یه قاعده کلی راجع به استراتژی جلسه آزمون بدیم. بنابراین سعی بکنید روز قبلش این استراتژی رو برای خودتون طراحی و تنظیم بکنید و با خودتون هی مرورش بکنید. بچه‌ها روز کنکورم وقتی که صبح شد دیگه هی نرین سراغ مثلا خوندن یه سری مطالب، همون استراتژی رو به خاطر اینکه مغزتون آماده بشه برای مثلا یک اتفاق، بیاین همون استراتژی رو مرورش بکنین هی توی ذهنتون که مغزتون ابتدای صبح درگیر اون آزمونه بشه، یک پیش زمینه ذهنی ایجاد بشه که وقتی رفتین سر جلسه بگین اوه انگار اصلا من این لحظات رو از قبل تجربه کردم. این نکته خیلی نکته جذابیه، پس حتما در نظر داشته باشین. اما یه نکته بسیار مهم بچه‌ها، اگر سر جلسه سوالی اومد که گفت کدوم گزینه درسته، خب و شما گزینه اول رو میخونین، اینجا میگین اوکی همین گزینه درسته. رفقا خیلی این نکته رو در نظر داشته باشین که گاهن تستای کنکور باید بین درست و درست‌تر ما بهش جواب بدیم. اصلا این مدلی شاید طراحی بشه. هر اتفاق دیگه سر جلسه ممکنه دیگه گفتیم، این از همون ابتدا با هم دیگه اتمام حجت کردیم. این اتفاق ممکنه بیفته دیگه. گزینه اول، یعنی اگه صورت سوال گفت کدوم درسته، اولیو که شما خوندین و فکر کردین مثلا این درسته، اینجا گول نخورین. اینجا شما موظفین هر 4 گزینه رو بخونین، نه اینکه بگین من همون اولی من میگم اون درسته، نه 4 تا گزینه رو بخونین. اینجا دیگه نگین که آقا خب این میشه گزینه 1 برم سوال بعدی، اصلا این کارو نکنین. اما برعکسش اینجا متفاوت میشه. اگر صورت سوال به شما گفت کدام گزینه نادرست است و شما گزینه اولو که خوندین میبینین که آقا همین گزینه نادرسته، یعنی یک دلیل عقلانی و منطبق با علم شما دارین برای اینکه آقا این گزینه دیگه غلطه دیگه، بنابراین سریع بزنین و برین سراغ سوال بعدی. این یک نکته بسیار مهم و به اصطلاح کنکوری بود دیگه. خلاصه مورد بعدی، مدیریت بحران. بچه‌ها کنکور کلا شاید یک آزمون استرس‌زا باشه، کاملا طبیعیه، یه چیزی که همتون روز کنکور تجربهش میکنه. بنابراین به خودتون خورده نگیرین که آقا مثلا من چرا این شکلی هم، نه، استرس برای همتون هست. ولی همین که بشینین سر جلسه چند دقیقه که بگذره به فضا اینکه اونس بگیرین، اون آرامش در درونتون ایجاد میشه. تردیدی نکنید. بچه‌ها داشتم راجع به مدیریت بحران صحبت می‌کردم. فکر بکنید توی یک سازمانی هستین و شما رهبر اون سازمانین، خب، و یک بحرانی توی این سازمان ایجاد شده، درست؟ حالا این بحرانه رو به نظرتون کی باید مدیریت بکنه؟ مدیر اون سازمان دیگه. حالا فرض بکنین مدیر اون سازمان خودش رو ببازه، به نظرت کارکنانش چه رفتاری دارن؟ اونها دیگه 100% خودشون رو میبازن. بنابراین دقیقاً جلسه کنکورم این شکلیه. شما رهبر یک مجموعه این، رهبر خودتونین، رهبر پدر و مادرتونین، کسایی که حاضر شدن خار به پاشنه پای خودشون بره ولی شما آسیبی نبینین. در برابر خیلی شاید ما مسئول باشیم. بنابراین میخوام بگم مثل شیر برین سر جلسه، قوی، قدرتمند، و هر اتفاقی که افتاد رو شما موظفین مدیریت بکنید. چه میدونم سر و صدای هر چی که هست. ببین شهاب سنگ، مثل فیلم پایتخت بود، شهاب سنگ از اون آسمون افتاد، شما بی توجه باشین، ول کن. اون چیزی که در اون لحظه مهمه هدف، رؤیای شماه. و میگن که چون رنگ رؤیا نباشد به چه دل باید بست. شما تا الان در راه رویاتون هزاران ساعت مطالعه داشتین، بنابراین هیچ چیزی رو نذارین باعث این بشه که اون رویاه به خطر بیفته. خدا انگار که اون رویای شما خدای شماه، انگار که خدا اون رویا رو به دل شما انداخته و شما رو لایق رسیدن به اون رویا میدونسته، بنابراین به همین جهت اصلا اون رویا رو به شما داده. پس به نظر من هیچ کس راضی نمیشه که به خدای خودش خیانت بکنه. و یک نکته مهم در باب دختران که حالا نزدیک اون عادت ماهیانشون هستن، دخترای نازنین،
این دکترها خودشون دیگه بهتر از من میدونن که اون مواد بهداشتی حالا هر چی که هست رو با خودشون به همراه داشته باشن دیگه. به هر حال اتفاقی که ممکنه بیفته سر جلسه و یه پیشگیری خلاصه داشته باشین که اون درد حالا زیاد نشه و خلاصه در نتیجه شما تاثیرگذار نشه. پس این نکته هم خیلی بهش توجه داشته باشین دخترای خوبمون. و این که بچه‌ها سختی سوالات، خیلیاتون میگین بابا اگه مثلا سوالات سخت بود، من مثلا برگم سفید بود مثلا 10 تا هم نشده، من الان باید چیکار بکنم؟ بچه‌ها همیشه توی این دنیا سخت عالیه، سخت خوبه، سخت اون چیزیه که کسایی که تلاش کردن رو رشد میده، سخت کسایی رو که تلاش کردن درونشون رو زیبا میکنه، به اونها پتانسیل هایی رو نشون میده که تا قبل از اون ناآگاه بودن. و در جلسه کنکور هر چی که آزمون سخت‌تر، کسایی که بیشتر تلاش کردن موفق‌تر میشن، چون دقیقاً تفاوت اونجا مشخص میشه. کسی که داده و اطلاعات بیشتری داشته باشه نسبت به کسی که بابا یه مقدار جزء خونده، 100% نتیجهش بهتر میشه. بنابراین از دعا بکنید که سوالات سخت‌تر باشه، هر چی که سخت‌تر اونا که تلاش کردن رتبهشون بهتر، تردیدی نداشته باشید. و این هم راجع به این موضوع. و اما یک موضوع مهم، یک چالش بسیار مهم، خواب. آقا من استرسم خیلی زیاده سر جلسه، یعنی روز قبل کنکور اگه خوابم نبرد من چیکار بکنم؟ چیکار کنم که اصلا خوابم ببره؟ ببینید بچه‌ها، شاید میشه گفت که کسایی که تا الان برای کنکور خوندن 90%شون شب کنکور خوابشون نمیبره، یعنی 90%شون این اتفاق براشون میفته. بنابراین شما که وقتی که دراز میکشین خودتون رو ریلکس بکنین دیگه، یعنی همون حالتی هم که هستین هی توی ذهنتون نگین وای من اصلا نخوابیدم، همتون همینه، خیالتون از این بابت راحت. فقط بحث اینه که شما چطوری میتونین اون موقعیت رو بهش معنا بدین، معنادهیتون چه شکلی باشه. بنابراین اصلا به خودتون خورده نگیرین که اگه خوابتون نبر همتون همینه، خیالتون از این بابت راحت باشه. حالا اما یه سری نکات هست که من بهتون میگم که چیکار بکنید که خوابتون ببره. 2 تا راهکار بهتون پیشنهاد میکنم. یکیشو توی این به اصطلاح اپیزود بهتون میگم، یکیش هم در چنل تلگرام اونجا باهاتون به اشتراک میگذارم، چون یه مقدار طولانی میشه دیگه زمان ویدیو، اونجا دنبال بکنید. یک مدیتیشن هست، مدیتیشن شب کنکور، که خیلی اگر اونو اجرایش بکنید، مدیتیشن اسکن بدنه، قرار بدنمون رو اسکن بکنیم به واسطه این مدیتیشن، که خیلی میتونه به اون آرامش ما کمک بکنه و یک خواب عمیق و جذاب رو تجربه بکنیم. بنابراین حتما اونجا توی تلگرام پیگیری این قضیه باشین که به زودی زود من اون مدیتیشن رو منتشرش میکنم که بشنویدش و خلاصه با آرامش به خواب عمیقی برین. خلاصه اما موضوعی که میخوام بهش اشاره بکنم پیاده روی بچه‌ها. 1 ساعت پیاده روی داشته باشین، 1 ساعت. حتما این موضوع رو جدی بگیر. اصلا بچه‌ها میگن که پا قلب دوم آدمه دیگه، اجازه بدین این خسته بشه. 1 ساعت پیاده روی، نه اینکه بری قدم بزنی هی آهنگ گوش بکنی یا نه، پیاده روی درست حسابی مثل یه ورزش دیگه. یه پیاده روی جانانه داشته باشی. نمیگم که مثلا برو خودتو بکش، مثلا بدو قهرمان 2 شو، اینا نمیخوام بگم بابا خودتو بیچاره میکنی سر جلسه کنکور. میگه بابا این چه نکته بود به من گفت. قشنگ یه پیاده روی درست درمون، جوری که بدنه خسته بشه دیگه و شب کنکور راحت خوابتون میبره. با این شیوهی که بهتون گفتم 1 ساعت پیاده روی داشته باشین، خیلی بهتون کمک میکنه، یعنی تردید نداشته باشین. و اما موضوع مهمتر دیگه همون بحث مدیتیشنه که یک مدیتیشن جذاب خفن براتون آماده میکنم، آتشین. خلاصه خیلی به آرامشتون کمک میکنه، در تلگرام دنبالش بکنین. و اما حالا میخوام یک کمی با همدیگه خودمونی حرف بزنیم. میخوام مثل یک برادر باتون صحبت بکنم راجع به این چالش زندگیتون. ببینید بچه‌ها، شرایطی که این جمله به خاطرتون باشه دائم با خودتون زمزمه بکنید. شرایطی که من امروز تجربه میکنم رو قبلا هم خیلی ها تجربهش کردن، و خیلی ها هم باز تجربهش میکنن.
این جمله اصلا به آدم یک آرامش خاصی میده. میگی من تنها که نیستم توی این مثلا شرایط، توی این چالشه. بنابراین این یک کمی از اون بار روانی در شما کم میکنه. این یک موضوع. رفقا توی هر سطحی که هستین، همیشه من به بچه‌ها میگم توی هر لولی که هستین هیچ موقع ابراز عجز و ناتوانی نکنین. شماها به شدت آدم‌های توانا و قدرتمندی هستین، به شدت آدم‌های ارزشمندی هستین. کنکور آخه چیه که شما باید به خاطرش خودتون رو ناراحت بکنید؟ هیچ چی تهش نیست. اینو من بهتون بگم، هیچ چی تهش نیست. مثل یه برادر دیگه دارم باتون صحبت میکنم. ولی میخوام بهتون بگم به هر حال هر کسی توی زندگی هدفی داره. خیلی براشون یک موضوع مهمه. اوکی، بسیار عالی. برای منم همین شکلی بوده دقیقاً. به هر حال هر کسی یه هدفی رو دنبال میکنه. ولی دقت داشته باشین هیچ چیز به اندازه سلامتی ما اهمیتی نداره. هیچ چیز به اندازه اعتماد به نفس ما اهمیتی نداره. اینها به نظر من مهمترین سرمایه های آدمن که اگر از آدم گرفته بشن آدم هیچی نداره. دقت داشته باشین بچه‌ها، همین که آدم مریض میشه فقط یک مشکل داره، مشکلش عدم سلامتیه. ولی وقتی سلامت میشه 1000 تا مشکل داره و این قدرتیه که سلامتی داره. ببینید چقدر مهمه. بنابراین ما باید سالم باشیم تا بتونیم به کارهامون برسیم، تا قدرت اجرای کارهامون رو داشته باشیم. اینو بهتون گفتم که کنکور همه چیز نیست. دقت داشته باشین بهش. و میخوام بهتون بگم که بچه‌ها به خودتون ایمان داشته باشید، به خودتون باور داشته باشید. زندگی ما بچه‌ها آینه باورهامونه. ببین اگه هیچی نخوندی به خودت بگو من خدای کنکورم، من میرم رندش بکنم. به خودتون اینجور تلقین بکنید. بیاین یه یادآوری با همدیگه داشته باشیم. خیلیاتون میرین آزمون آزمایشی میدین، قبل جلسه به خودتون چی میگین؟ مثلا به دوستاتون خب بذار دیگه شفاف بگم، خب مثلا یاسمن چه میدونم محمد من که امروز میرم برینم، با من اصلا کاری نداشته باش، این آزمون رو من میرم گل میزنم، تهش چی میشه؟ مثل همیشه اون آزمون تو میرینی دیگه. خیلی شفاف دارم بهت میگم. این اتفاق میافته. چرا؟ چون تو ذهنیتت همینه. ریدن ذهنیتت رو باید عوض بکنی. زندگیمون آینه باورهامونه. توی هر شرایطی که هستی بگو من بهترینم، من سر جلسه کنکور بهترین خودمم، هیچ کی از من بهتر نیست. بذارین یه اعتماد به نفس کاذب توتون شکل بگیره. اصلا ایرادی نداره، اصلا ایرادی نداره. اعتماد به نفس قدرتی به ما میده که اصلا از تصور خارجه. یه جمله هست که میگه ما چیزی تحت عنوان IQ مطلق نداریم، ما یک بازه IQ داریم، یک بازه IQ. دقت داشته باشین. برای یکی مثلا ممکنه 120 تا 180 باشه، یکی مثلا 90 تا 120 باشه. ما بازه IQ داریم. میگه که اگر اعتماد به نفس داشته باشید بازه IQ شما در اون نهایت خودش قرار میگیره. مثلا اگه از 120 تا 180 باشه IQ شما میشه 180. همین که شما به خودتون ایمان داشته باشید در یک چیز، اما به خودتون بگین وای من نمیتونم، من موفق نمیشم، IQ تون در حد اقل ترین حالت ممکنش قرار میگیره و این یعنی بد. عالی اینه که به خودتون باور داشته باشین. شما آدم‌های عالی هستین، فراموش نکنین رفقا. و اینکه به عنوان کلام آخرم رفقا، فقط چند قدم دیگه مونده تا برسیم به یه هوار از ته دل، جوری که قند توی دلمون آب بشه. به این فکر بکنین لحظه‌ای که نتایج میاد توی اون سامانه، شما میرین ببینینش، پدر مادر اون پشت منتظرن که اشک شوق در شما ببینن. پدر و مادرهایی که تا الان همه کار برامون کردن. اجازه بدین اون اشک شوق در خودتون، در پدر و مادرتون، کسایی که چشم انتظارتون هستن، میخوان این خوشحالی شما رو ببینن. تا الان شما ماجراجویی‌های زیادی داشتین، کلی ماجراجویی کردین توی کنکور. وقتی که نتایج بیاد تازه ماجراجویی کسایی که با شما آشنا هستن، پدرتون، مادرتون، حالا هر کسی که آشناتونه، اون موقع ماجراجویی اونها شروع میشه.
پسرم، دخترم ردای مقدس معلمی رو پوشیده، پزشکی، دندون پزشکی، مهندسی، هرچی. و ببین همین که بهش فکر بکنی قند تو دلت آب میشه. به نظرم میارزه که برای یک بارم که شده عالی باشیم، قدرتمند باشیم، به خودمون ایمان داشته باشیم. خیلی دوستتون دارم. امید که این کارگاه به دلتون نشسته باشه. شاید یه کمی تایمش طولانی شد ولی فکر میکنم که خیلی تونسته به آرامشتون کمک بکنه. رفقای خوبم، حتما بعد از کنکورتون بیاین با هم دیگه صحبت بکنیم، یه کمی اون انرژی، اون استرسی که تا اون موقع تجربه کردیم و اجازه بدیم بره کنار و بعد بپردازیم به امتحانات مهمتری که داریم، چه در حیطه تحصیلی و چه در حیطه زندگی. حتما نظراتتون رو با هم به اشتراک بگذارین، نسبت به همشون پذیرا هستم و خلاصه دیگه بیاین با هم دیگه یک خانواده و یه کامیونیتی تشکیل بدیم، یه تشکل. خیلی دوستتون دارم. حتما با دوستاتون هم بچه‌ها به اشتراک بگذارید، دستی باشید برای خیر، چرا که در این دنیا هیچی به تنهایی لذتی نداره. عاشقتونم. تا یک کارگاه دیگه، با امید خدا نگهدارتون.